مواد لازم برای کربونارا: گوانچاله، پنیر پیکورینو، پارمیجانا، تخم مرغ، اسپاگتی. سلام، من میترام و امروز میخوام با این مواد ساده یه غذا با نتیجه فوق‌العاده آموزش بدم. یه غذای نسبتاً جدید که در دوران جنگ جهانی دوم و با تاثیر مواد غذایی سربازهای آمریکایی شکل گرفته، اما توسط آشپزهای رومی کامل شده و امروز یکی از نمادهای آشپزی ایتالیا که در دنیا به عنوان یکی از 5 پاستای کلاسیک ایتالیا شناخته میشه. تو این فرصت که من گوانچاله ها رو دارم خورد میکنم، پاستا هامم ریختم داخل آب و اجازه میدم که یک کمی پخته بشه. گوانچاله ها رو به تکه های باریک و مکعبی ببر، داخل تابه سرد بریز و بدون روغن روشن روی حرارت متوسط بذار تا چربیش کامل آب بشه و تکه های طلایی کریپسی بهمون بده. وقتی آماده شد تابه رو از روی حرارت بردار تا نسوزه و این خیلی مهمه. حالا نوبت سس تخم مرغ. توی کاسه 2 زرده، یه دونه تخم مرغ کامل بریز و البته ایتالیایی‌ها نکته‌ای که خیلی رعایت میکنن توی این غذا خامه ممنوعه، سیر ممنوعه، پیاز ممنوعه، روغن اضافه ممنوعه و فقط از پیکورینو و پارمیجان استفاده میکنه. اگر دوست داشتین یه کوچولو خیلی کم شما میتونید بهش فلفل سیاه اضافه کنید. اگه تا اینجا ویدیو با ما بودید اونقدر رو برای من قرمز بکن و دکمه سابسکرایبم بزن تا آموزش های بعدی رو از دست ندی. من سعی میکنم اینجا غذاهای ایتالیایی رو به روش ساده برات آموزش بدم تا با هم دیگه مزه‌های جدید رو تست بکنیم. گوانچاله‌مون که آماده شد حتما از روی گاز باید برش داریم و گوانچاله های کریپسی شده رو از روغن جدا میکنیم و اجازه میدیم که پاستامون داخل این روغنی چند دقیقه بمونه و حتما هم حواستون باشه که پاستا رو پیشی نکنیم. پاستا رو مستقیما از داخل قابلمه با یه انبور برمیداریم و داخل روغن گوانچاله میریزیم و یه کوچولو بهش تفت میدیم. من یه لیوان از آب پاستا رو هم به سسمون اضافه کردم تا یه سس لطیف و یه کمی رقیق مانند به دست بیاد که خوب بشه مواد رو با هم دیگه ترکیب کرد. بعد از اینکه خوب ترکیب کردیم کریپسی های خوشگلمون رو میریزیم داخلش و دیگه تمام. البته تو این مرحله دیگه تمام میشه، ولی من به خاطر پسرم یه کوچولو روی گاز گذاشتم که تخم مرغش پخته تر بشه. اگه از ایران این ویدیو رو میبینی قطعا گوانچاله رو نمیتونی پیدا کنی، ولی مطمئنم که بیکن ایرلندی رو راحت میتونی پیدا کنی